سلام. کارفرما از من خواسته بود که یک تامنیل باغبونی به سبک مستر بیستی براشون درست بکنم. من هم برای این کار اول بک‌گراند مستر بیستی خودم رو وارد کردم. بعدش عکس سوژه‌ای که کارفرما برای من فرستاده بود رو وارد کردم که یه همچین رنگ و نوری داشت و من از طریق کامرا را فیلتر تونستم رنگ و نورش رو بهتر کنم. بعد از اون کمی صورتش رو روتوش کردم. باز هم رنگ صورتش رو بهتر کردم. کمی به صورتش نور دادم و کمی هم صورتش رو تیره کردم که ما به اصطلاح بهش میگیم داجو برم. و بقیه کارهای روتوش رو روش انجام دادم و برای جذاب‌تر شدن سوژم رنگ لباسش رو تغییر دادم. و اینجا اومدم یه خود بک‌گراندم بهتر کردم و یه خود رنگ و نور بیشتری بهش دادم و رنگ آسمونش رو هم به آسمون مستر بیستی تغییر دادم. به همچین حالتی. بعدش عکس درخت کارفرما واسه من وارد کرده بود و فرستادم. بعدش یه ذره‌بین انداختم و عکس درخت رو روش زوم کردم. بعد رفتم سراغ متن‌های تامنیل. بعد هم یه بک‌گراند واسه متن تامنیل گذاشتم. بعد هم کمی رنگ و نورش رو باز بهتر کردم، رنگ و نور کلی کار رو. بعد یه خود پایین تامنیل رو تیره کردم تا یه کنترست ایجاد بشه و بعدش هم تامنیلم تموم شد.